بسم الله الرحمن الرحیم. از علی رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روزه ماه صبر یعنی رمضان و از هر ماه 3 روز روزه گرفتن کینه دل را دور می کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم ماه رمضان را ماه صبر نامیده است، زیرا انسان در این ماه از صبح صادق تا غروب آفتاب نه تنها از خوردن و آشامیدن و جماع خودداری می نماید، بلکه از غیبت و تهمت، دروغ و بهتان و سخنان فحش و بیهوده نیز خودداری می کند و برای این همه انسان نیاز به صبر دارد. به این خاطر روزه ماه رمضان و از هر ماه هجری قمری 3 روز به ویژه 13، 14 و 15 هر ماه قمری را روزه داشتن ریشه کینه را از بین میبرد. از ثوبان رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روزه ماه رمضان ثواب 10 ماه را دارد و روزه 6 روزی بعدی آن ثواب 2 ماه را دارد و این به یک جایگی ثواب روزه سال است. در شرح حدیث چنین آمده است روزه ماه رمضان ثواب 10 ماه را دارد، زیرا در شریعت اسلام برای عملهای نیک حد اقل 1 به 10 ثواب داده می شود. همچنین 6 روز از ماه شوال روزه داشتن حد اقل ثواب 60 روز را دارد. از این رو انسانی که ماه رمضان را با اخلاص روزه می دارد و بعد از آن 6 روزی ماه شوال را روزه می گیرد با اذن خدا ثواب 1 ساله را نائل می گردد.